لندن جای دوست داشته سیاحان است، ولی این اتوبوس سیری دیگر دارد. خانم ها و جنابان، خوش آمدید به سیر دوست سالاری در لندن. رهبر این سیر، فعال مبارزه با فساد در روسیه رومان بوریسویچ، گروهی از روزنامه‌نگاران را به تماشای خانه‌های گرانبهایی می‌برد که از سوی ثروتمندان روس و اوکراینی خریداری شدند. بعضی از این به اصطلاح اولیگارخ‌ها با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ارتباط دارند. هدف از این گردش نه تنها نشان دادن دوست سالاران یا کلپتوکرات ها، بلکه نمایش آنها نیز می باشد که با این سرمایه‌داران امکان انتقال پولهای از راه‌های شبهه برانگیز به دست آوردهشان را فراهم آورده اند. ایستگاه اولی ما در میدان بلگریو، خانه رقم 5، منزل رهبر شرکت روسال الک دریپاسکا می باشد. دریپاسکا که زمانی از صنایع‌های نزدیک به پوتین حساب میشد، بر پایه آمار فوربس 2.2 میلیارد دلار سرمایه دارد. شرکت زیر رهبری دریپاسکا مدت ساختمان نیروگاه راغون را هم بر عهده داشت. او را مقامات چندین کشور عالم در ارتباط با پولشویی بازپرسی کردند، ولی او هیچگاه با جرم عیبدار نشده است. خانه چندین میلیون دلار خالی به نظر می رسد. خریدن خانه حتما برای زندگی در لندن نیست. اینجا مسئله حفظ پول می باشد. آنها می خواهند پولهایشان را از روسیه، اوکراین، قزاقستان و جای دیگری به جای امن بیرون برآورند. خریدن مالکیت غیر منقول در لندن سرمایه گذاری در مکان امن به شمار می رود. در داخل اتوبوس رهبرت عوض می شود. این ولادیمیر اشورکوف، سیاستمداری مخالف حکومت است که در بریتانیا پناهگاه سیاسی یافته است. ما نمونه دوست سالاری را در بلندترین مقام‌های دولتی روسیه می‌بینیم. من درباره ایگور ایوانویچ شووالوف، معاون سروزیر روسیه حرف می‌زنم که بر پایه اتهامات از حساب رشوه‌ستانی صدها میلیون دلار کسب نموده این پول‌ها را به مالکیت غیر منقول در اروپا و بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده است. نرخ منزل شووالوف در لندن با معاش 100 ساله او برابر است، ولی معاون سروزیر روسیه تاکید می‌کند که این پول‌ها را از راه‌های قانونی به دست آورده است. خانه نوبتی خردتر است، ولی آن در منطقه چلسی که همچون گرانترین محله لندن شناخته می شود جای گرفته است. نرخ این خانه به 3 میلیون فونت بریتانیا برابر بوده. صاحب آن رامان روتنبرگ، پسر ارکادی روتنبرگ، دوست دیرینه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است. باز هم پیام همین است. تا کی ما چنین حال را تحمل میکنیم؟ یک ثروتمند اوکراینی که در تاجیکستان هم مالکیت داشته است فراتر اندیشه می کند. دمیتری فیرتاش یک بینای کامل را همراه با ایستگاه سابق متروی لندن خریداری کرده است. فیرتاش با پرزیدنت سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ روابط نزدیک داشت. حالا فیرتاش در استرالیا بوده سعی دارد از استردادش به ایالات متحده جلوگیری کند. امریکا فیرتاش را به فساد متهم می کند. بعضی ها فیرتاش را به پیشنهادی رشوه به وکیلان مردمی بریتانیا هم متهم می دانند. من هنوز هم فکر می کنم که بعضی سوالها باید جواب یابند. آیا پولی که فیرتاش به دوستانش پیشنهاد می کرد مگر کوشش راهیابی به حلقه های معین و خریدن نفوذ نبود؟ این سوال من هنوز هم منتظر پاسخ است. و بالاخره به گرانترین خانه لندن رسیدیم. آن را ثروتمندترین فرد اوکراین رینات احمدوف خریده است. منزل او در خانه رقم 1 هاید پارک 136 میلیون فونت بریتانیایی قیمت دارد. تیره‌های های این منزل تیر ناگذر بوده. در داخل اتاقی هم برای پنهان شدن از خطر را دارد. لندن برای ثروتمندان سابق شوروی جایی است که خودشان و پول‌های در وطنشان به دست آورده را بدون خوف حفظ می‌کنند.